انگستونیا با ما ایرونیا چیکار کرد؟ چقدر دیگه جلو افتادیم و متمدن شدیم و فرنگی ما آب شدیم. کاری داشتی اینجا؟ کار نداشتم خیلی. من میرم از خونه دون بیرون. بفرما. افسوس که امونت دستم است. تا اربابم نیاد خونه و زندگیشو دستش نسپرم نمیتونم برم خانم، نمیتونم. ناچارم ببینم طاقت بیارم. شما خفه شو. هرچی از این سر 4 تا آدم بی سواد مثل توه. این چته؟ نمیتونم ببینم. دلم میخواد همه بیان ببینن مادران ما به چه درجه از مقام مادری رسیدن. مگه چی جا شده؟ چه خبره؟ بهشت زیر قدم مادران. بسته دیگه. شما خفش. خجالت بکش. شما خفش. تو مگر نمیدونی دیدن فیلم، تئاتر، تلویزیون، سینما حرام است، معصیت و خدای او را ببر. خدایا او و امثال او را بکش. نامسبب بدبخت که بیچارگی ما مردم. اینقدر توهین نکن. خدا خوشش نمیاد. میدونم یه کسی لایق این است که توهین بهش بکنن. یه کسی واقعا این بدبخت چه کار کرده به کرده؟ شما نمیدونی، من میدونم. شما مرید یه مرد بی سواد شده. از کجا معلومه که بی سواده؟ از کجا؟ فیلمو میگه فیلم. اگه خودشون میخوان بگن فیلن به اون درشتی نیستن، باید بگن الاغن قاطرن. آقا رضا عزیز من این لهجهش اینجوره. لهجهش هم در رو دف کنی، حرف زدنش هم حق بازیه. زیر بار نمیری. من نمیدونم جهنم میگه جهنم. ده خیلی خوب لهجهش. نه لهجهش لابد دوزخ هم میگه دوزخ و اونم لهجهش. تو هم که زیر بار نمیخوای یه سوال دیگه. ایشون که میگه دیدن فیلم و تئاتر و تلویزیون و سینما حرام است و هر کس ببیند چشمش عقربک در می آورد و سالهای سالس همین حرفو میزنه. هم دیدند و چششون هم عقربک در نیورده. ایشون میگو خودت چند تا تلویزیون داری؟ خفه شو. بسر زبانشو گل بگی. کلبر زندی مرتد. من بیچاره فقط یک عدد رنگیش رو دارم. شما با این ثروتت و همین تلویزیون رنگی درست نکرده. بابا جون چه اشکالی داره؟ من شنیدم 3-4 تا تلویزیون داره. 3-4 تا؟ بله مونتاژ. آنتنش رو پشتبونی خونه خودش نمیذاره، میذاره رو پشتبونی خونه همسایا. چند تا خونه و کوچه عقب‌تر لب درختوت خونه همسایا. برای چی؟ برای اینکه مردم گنیم ببین اینقدر مومن و مقدس است که تلویزیون نداره چون آنتنش رو پشتبونی خونهش نیست. تظاهر اگر آنتن در بالا باشد فرشته رحمت از اونجا رد نمیشه. بفرم دریوری طالب این دریوری طالب شنده بود. میگه در رو هر پشتبونی آنتن باشه فرشته از اون سرش. چه میدونیم؟ شاید این همه رو پشتبونی خونه ها مردم آنتن چپ و راست، پس فرشتگان آسمانی لابد از هر وری میرن به یه آنتن گیر میکنن. ما تو آسمون هم یه ترافیک داریم، فرشته از هر ور میره گرفتاره، ناچار دست جمعی میرن تو زیر زمین. میخوام ببینم ما مردم محکومیم تا کی این دریوری ها رو بشنویم. دریوری؟ یه حرفاش یه روید که پایه و اساس نداره، علمی نی. ببخشید ما سر کلاس اکابر که میرفتیم هر روز سر این چیزا دعوا داشتیم. ایشون که میگه دیدن سینما و فیلم و تئاتر حرام است، خب یعنی هر کس ببیند گناه کرده. میشه بگن هر کس تو فیلم و تئاتر بازی کنه اون چقدر گناه کرده. ای وای آسمون قرم بشون. صدها بار گناه کارتر، معصیت بارتر و جایش وسط جهنم است. خب نامردی روزگار. وسط دیگر تو که خودت لالای بلدی چرا خوابت یعنی چه؟ تو که میدونی بازی کردن در فیلم و تئاتر جایش وسط جهنم است، چرا خودت فیلم شده آرتیست شده؟ چرا خودت میاد خونه مردم بغل دست زنشو اردار میشینی لاس میزنی؟ بسته دیگه. خانم در کاری من این مرد دخالت نکنی هم دیگه رو میشناسی. اما خانم من دیگه طاقت ندارم روزی که اربابم در این خونه رفت بیرون فرنگستون بره چششو جراحی کنه به من گفت آقا رضا بعد از خدا چشمم به دست توست، امیدم به توست، زن و زندگی و ناموس و خونه و زندگی ما دستی تو میست. اربابت غلط کرد. همون اربابت رو اینقدر لوس کرده ما لوس شدیم. یه بچه دهاتی گیره پا غیرتمون قبول نمیکنه.
یه مردی که دم از خداشناسی میزنه، یه مردی اجنبی و غریبه بیاد خونه اربابم میشینه بغل دست زن اربابم علنا لاس بزنه. لا 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 لا. خجالت بکش. دیدم که حیا کن، شرم کن، زبونه به گاز بکش. حیا میکنم، شرم میکنم، زبونم که هیچی، حلقومم هم گاز میگیرم، اما از پشتی پرده دست کردن دیدم. بی تربیت ما لاس میزدی. من داشتم مسئله میپرسیدم. مسئله سوال فرمودن. نفهمدم این روزا مسئله را اینطوری میپرسن. من نجد. خوبه از فردا سری کلاس به چام گن آقا معلم دو تا چند تا بس از دیگر همه دستا میاد گردنی آقا معلم. اگه معلمم زن باشه که روزی 20 دفعه سوال میکنه. بس از دیگر شعر بره چی هست بگو؟ من از حضورت تقاضا دارم. شما سکوت اختیار بفرمایید. سکوت خلط اسپیست آقا. سکوت. برو که سکوت سواد. تو من این سگ آسی روسیاه رو به راه راست هدایت. یه خدا مسخره بازی در آورده دستمون انداخته راهی راستی آبی زاره. دیدین چه جوره؟ بابا جون من عزیز من شاید راه راستین اینجوریه. نه قربون این راهی راستش، فکرش، عقیدش، ایمانش همش همینطورست که میبینی. این حواسش چه همین شکمش است و سورچرونی و هوا و هوسش من میشناسمش. این سگ آسی روسیا به راه راست هدایت شدیست. تو به فکری به حال خود سگ‌جولت بس از دیگر اون دهان کثیفت رو میبندی یا؟ دهان کثیف هم بسته است ولی دهان پاک هم واز است و حقایق را میگویم و تا وقتی که زنده هستم میگویم و روی این سرزمین هم میگویم. وظیفه دارم که بگویم تا بیمیرم. انقدر بگو تا خسته شی. تا دندت درات. برو ببخشید این آدمی بی سواد و اگه شما تو خونت راه نده خانم، اگه شما سفره جلوش نندازین، این آدمی بی سواده مثل سایر افراد بی سواد باید بره تو برق و آفتاب وایسه، بیل و کلنگ دستش بگیره، عرق بریزه، نونش رو پیدا کنه. نه اینکه با این حرفا و این چرندیات سرباری زندگی دیگرون باشه. خانم خجالت بخور مرد. تو مگر نمیدونی کار کردن حرام است؟ تا این حدم قبول داری؟ مولیدی مردی شده بی سواد که میگه کار کردن حرام است و لابد سورچرانی کردن حلال است. یواشکی و زیر چشمی چشم چرانی کردن و با تخم چشم لاس زدن حلال است. اساس دیگر برو. تو ببینی جای شما در بهشت. آرزا بسته دیگه مگه تو کار نداری؟ ما رفتیم سری کارمون خانم. خیلی هم معذرت میخوام. من اون چی شرطی بلاغ است با تو میگویم. تو میخوای یه سخنم پند بگی خواه ملال. اینا هستن که باعث عقب افتادگی اجتماعی ما میشن، باعث گمراهی مردم میشن. همینا هستن که شعائر دینی مقدس ما را زیر پا میذارن، اما خدا جا حق نشسته است. بیا برو آدمی حسابی آخر عمریه دنبال یه لقمه نون حلال. همینجا هست برو. خجالت و دیگه با این اعمالت ام الخبائث. ام الخبائث. ما چی؟ خودتون بسیار مردک وقیح و پررو و پر... میرزا حالا خودمونی ما کسی هم اینجا نیست. پر بیجام نمیگفتا. ای به قربان شکرافشونیت بشم من هم میدونم حقیقت رو میگویم. ببخشید ولی باید جلو این حقایق را بگیرید، چون اگر روزگاری امثال این آقا رضا روزنه‌ای به سوی روشنایی پیدا کنند، دیگر نه ثروت شما و نه افسون من هیچ کدام کارگر نیست. اگه اجازه بدی کارمونو شروع کنیم. شروع کن، دست کن، بیاد قربانت گردم. منظور از دعوت تو اینه که برای معصومه خواستگار اومده. مشاورت میخواستم ضمن استخاره به تو بگم که خودم هم نسبت به داماد علاقه‌مند شدم. مبارک است انشاءالله. کدوم مبارکه؟ عشق جدید من یا خواستگاری معصومه؟ والله خاتون از خدا که پنهان نیست از شما، چه پنهان عشق جدید شما رو میگویم. این دلیلیست که شما دارید. پس چی؟ این کاروانسرای شاه عباسی است که در هر حجره لطفاً در معقولات دخالت نکن، استخارت شروع کن. اطاعت خاتون، ولی قبل از استخاره سوالکی دارم. بفرمایید. آیا از آقا خبری شد معالجات مثمر ثمر واقع گردید؟ اتفاقاً چند روز پیش نامه‌ای داشتم.
خوشبختانه دکتر مالجون اظهار ناامیدی کرده. گفته خلاصه مالجات سودی نداره و کور میمونه. و شما از این بابت خوشحال هستید؟ البته اگه غیر از این بود جای تأسف. راضیم به رضای خودت یا دلیل المتحیرین یا الله الشافی و القاسم. ببینید خودتون، نه بد است نه خوب است، چنان میانه است. میانه یعنی اگر اشتباه نکردید که با صدای من آی پسری پران کشتن به جونش من کم کم مرزش بمرم سرایه پس چی دومالی گفت دیگه من میخوام بخوام منم میخوام والله آقا رضا اگر ایلو میخواهد منم میخوام بزن در مخم میخواهم مردشو پاچه گوش آدم بده لاشا آقا رضا جون به خدا من دیگه طاقت ندارم. اگه به خاطر تو نبود همون روزای اولی خونه رو ترک کرده بودم. دست و پنجشمو درد نکن مام والا مثل خودت. من یه وقت به دلخوشی اربابم تو این خونه وایستاده بودم، تو که اومدی یختشم به خاطر دلخوشی تو اینجا وایستادم. یعنی 4 دون به خاطر ارباب، 2 دون به خاطر تو. اما داره کم کم وزنم طوری میشه که هر 6 دونگه به خاطر تو دارم وایستادم. چه دلخوشی از این زن اربابمون داریم. امروز تو این دنیا نه ثروت به درد میخوره، نه شهرت به درد میخوره، نه مقام به درد میخوره. چیه؟ بشر منم بکنه که چطور چه؟ فقط تو این دنیا به این بزرگی محبت باقی میمونه و بس. محبت ببینه اربابم میاد تو این بدنم مثل درختی بیدی معلقی میلن. اما نمیدونم چه بابی ما هم چه تخت خواب برز خونه خواب دست تهرونا مرتب چشم چشه به فقرا، به بیچارا، به بدبختا کمک میکنه تا بهتونت کمک میکنه. با رقمای درشت اخیراً 500,000 تومان داره برای یه شهرستانی کوچیک که میخواستن بانک خوب کنن، پول نداشتن مردمونش. ارباب ما یواشکی بی سر صدا بانک خوب رو مردم با کرد. یعنی پولا در مقابلش مثل کایونجه، مثل الف میریزد و میپاشد. خدا هم بهش به همچی افرادی رو میکنه تلافی در. اما من نمیدونم چی حکمتی در خلقت خدا هست که یه همچی آدمی که این طور میبخشه. این سهرا سلطانه میشناسی رخشونه رو؟ آره میشناسم. یه اتاق داره همجا لبی کوچه پشت درخته، با درخت کناره، توی دکوی رخشو زندگی میکنه. حالا ببین آدمای مملکت ما کیان؟ یه زنی رخشو با شغل زحمت کشید دخترشو به دیپلم رسون. دختر پاک و پاکیزه دیپلم گرفت، بعد 10-20 تا خواستگار پیدا کرد. اما متاسفانه خواستگار وقتی که فهمیدن دختری رخشوره است همه جا زدن. به غیر از یه مهندسی درس خونده بود گفت آقا من خودی دختره میخوام، یعنی که ننش رخشوره است یا باباش چی کاره؟ من همین دختره میخوام باش ازدواج کنم. و اربابی ما برای خاطری که دختر خجالت نکشه غرورش نشکنه 50,000 تومان یواشکی داد. من رفتم دادم سغرا سلطانی رخشو برای دخترش جاز گرفت. این آدم سرشکسته نباشه. حالا اربابی من با تمام این کارا خیلی که میکنه و کمکایی که به جمعیت‌های خیریه میکنه باید بره تخت خواب برس کنه بخوابه درد بکشه. این زن بیار و دردش سرمو رو گنده هیچ چیش نیست. حتی من یادم نمیاد یه شب یه تبی 50 درجه کرده باشیم که ما دلمون خوش بشه. خب یه همچین زنی با این فکری بد و شیطانی اقلا یه شب هم تا صبح درد کشید، نومه کرد، لرز کرد، یه لحافظی تر انداختی روش. اقل راستی از آقا چه خبر؟
نامه ای خبری چیزی ازش نداری؟ والا کاغذ که برای زنش میدید مرتب. من و تو غریبه، من و تو دیگه نامحرمیم توی خونه، نباید اطلاع داشته باشیم اربابمون کی میاد، کی حالش خوب میشه، چه روزی جراحیش کردن. این دیگه اخلاقی خانومه. به خدا من فقط چندان وقتی آقا میره فرنگستون چشمی پیوندی گیرش نمیاد و بر میگرده. چی؟ چشم پیوندی. اون دیگه چیه؟ علم خیلی پیشرفت کرده، از من و تو بی علمیم خبر نداری. تازگی ها مثل درختی هلو که مثلا پیوندی زردالو میزنن چشم میشی و پیوندی چشمی زاغ میزنن، چشمی عسلی ها مثلا پیوندی چشم بادومی میزنن. به خدا لابد چشمی کورم پیوندی چشمی بینا میزنن. اربابی ما چشم گیرش نیامده، صبح برگشت اسم دست تهرونو. اما خب سیاره چرا ما ایرونی ها یه چیزی خوبم که داریم قدرش نداریم؟ خدامون هم تو هی خدامون کوچیک میکنیم. یه دکتری ایرونی همجا تو تهرون بعد از اینکه اربابمون رو معاینه کرده گفته خودم جراحیش میکنم که 2 مرتبه بتونه مثل روز اول ببین. خامدس آقا رو والا جراحی کرده، خدا انشالله خیرش بده. اینه آخری خبری که من دارم، یکی از دوستانی صمیمی ارباب اومده بود دیشب در خونه به من گفت آقا رضا به نظرم دیگه چشم آقا چشم نشه، آتیشم کشه. گفتم چرا این آقا این حرفو میزنی؟ رفتم تو فکر، یادم اومد که این دوستی صمیمی آقا به ارباب بدهکاره، سفته داشته، سفتش هم واخواست شده با نزولش ندارد بده. حالا میگه دلای چشاش دیگه چش نشه. دنیا رو نه رفاقه، نه دوستی، نه فامیلی، نه محبه، همه چیز جا شده دست به پول. الهی شکر. آقا رضا جونی آقا رضا، شکر خدا که کور میمونه. شو بهتره. شکر خدا که کور میمونه؟ خب آره دیگه. سیاره تو الان داری توی خونه نون و نمکی آقا رو میخوری؟ شکر خدا که کور میمونه؟ دستت درد نکنی، انگار حرفا من رود اثر گذاشته. من از این نظر میگم چشمای آقا خوب نشه که بدبختی های خانومو نبینه، وگرنه منم آقا رو اندازه تو دوست دارم. نه این حرفا با تمام خریتت درست گفتی. چی؟ با تمام بی‌سوادی این حرفا درست گفتی. میفهمم. بگو یه وقتی یه مردی چش داشته باشد اما اعمالی زشتی زنشو ببینه بهتر است که کور باشد این حرکاتی زشت نباشه. آره دیگه. اینا درست میگی. برای مردا هیچ ناراحتی، هیچ تنبیهی بدتر از این نیست که کثافت کاری یا زنش علنا با چشی خودش ببینه هیچ کاری نتونه، هیچ کاری نتونه. برخی در واکن میگه زن میزنه. خودت برو در واکن. ببین کی است دیگه، چرا من برم در واکنم؟ چون میترسم و میرزا باشه دوباره مزاحم من بشه. یعنی همین یارو میرزا کاظمی؟ آره. نترس، به جون خودت کاری باش کردم با این یه لنگگی به ملکی دیگه در این خونه نمیاد. اگر هم اینجا پیداش بشه با این یه تا حسابش میرس. تو که همش حرف میزنی. خب محیطی ما محیطی حرف بس عزیزی دلم، ما مردم عادت کردن حرف بشنون، ما حرف شنفتنمون خوبه، اهلی عمل نیستیم تو بری والا. اما برای اینکه یه نوکر ثابت کنید اهلی عمل است در واقع. اگه در زننده دوست است میاد تو قدمش تو خود چشم، اگه دشمن هم هست تیکه و پارش میکنی. اگر هم به قول تو همین آمیزا کاظمی بی سواد است حسابشو میرستم، بگو چیکارش میکنی؟ یک بوت عرق فرنگی تو سرش میشکنی که نجس اندر نجس بشه. عرق که خودش نجسته، وقتی فرنگی باشه نجس داره. این بابام که میگید مشروبجات حرام است، شنیدم تظاهر میکنه به این کار، اما خودش راه میافتد میره دوزا تو کوچه پس کوچه ها، همین جلفا، در خونه یوسف خان، در خونه قارافه، در خونه موسکارو، جون تو میره شراب کونه گیر میارد میگه قوت داره، میریزه تو قوری به جای چای، از تو قوری میریزه تو استکان میخوره. حالا چی کارش میکنه؟ پخت ازش بلند میشه منم از اون برمیام. من رفتم استاد شیطون است در واکن، منم خیز گرفتم تیکه و پارش میکنه. یا یه حق خشخش میکنیم هر طوری بخواد باشه سر میشکنیم میریم زندان. آمیزا نیست، جلال خان برادر آقاز که از پیش آقا برگشته، خیلی هم عصبانیه. هیچ بهش نگی ها. خوب شد خبرم چه بزنم کله تو آقا جلال. آره. برادری اربابو سگی زد برداری شاخال. این آقا جلال در فسادی اخلاق 100 کفه بدتر از اون میرزا کاظمی. تو نمیدونی یا من میدونم. اصلا من عقیده دارم
هر بلایی که به سری خانواده اربابم میاد زیر سر این برادرشی. آقای رضا خیلی معطل شد بذار بکن. سلام آقای آقا جلال. سلام و زهر مار. تو خونه هستی وقتی کلفته در واکنه؟ ما رو باش که خیال کردیم مثلا یه کلونلی چیزی وارد شد برات عرق تنگ کردیم احترام میذاریم عزت میذاریم. چقدر بعد زنگ زد؟ چقدر زنگ زده وارد شده مثل آرتیسته فوشمون که میده اوقات تلخی هم میکنی 3 تا زنگ زده. زنگ اول شنفتیم، زنگ دوم راه افتاده، زنگ سومم در رو کردیم. راست میگه آقا. دیگه نباید فوش و فسیحتمون که بده. آقا ما هم که یخته در دیر با کردیم یه فکری داشتیم، یه منظوری داشتیم، یه نقشه تو کلمون بوده در دیر با هیچی کردیم. آقا یه نقشه داشتیم. تو میخواد بی خود نقشه بکشی. هرچی نقش کشتی به جای نرسیدی. برو مشروع مرده بیا. نمه بر. آقا خیلی معذرت میخوام. امروز که خبیدون تشریف بردن برای مسافرید چون وقتی رفت فرنگستون از فرنگستونم یه راست رفت تهرون تا امروز که بنده خدمت شما ما توی خونه ناراحتیم. چرا؟ هر روز یه آدمایی که ما نمیشناسه میان در خونه در میزنن مزاحمن تلفن میزنن چه میدونم اگه میشناختیم که میگفتیم کی. اوضاع احوال این خونه با در به داخونه است. کلفت هم یه زن که بیشتر نی در حیاتا میزنن میترسد بره در با کولت آقا و مگه اینکه وقتی من مجهز و مسلح باشم پشت در یا چوب جارو دستم باشه یا خاکندار. رضا در با رضا رضا آقا رضا حالا شد حساب اسمی من آقا رضاست. ما شما نصفشه بر اونم نصفی اصل کاری شد. آخه ما هم توی مملکتی پهناور دلمون به یه آقای نصفی خوشیست. اونم قد ناز میکشیم بابا. آقا رضا هم بفرمه قول ما. خانم کجاست؟ خانما چه عرض کنم؟ خانما خدا میدوند کجاست. خدا میدونه یعنی چه؟ تو هم دست از این شعر گوید ور نداشتی؟ اون خانم کجاست؟ میگم خدا میدونه این شعر بره. استغفرالله خدا نمیدونه شیطون چی بگم؟ استدعا میکنم راجع به خانم یعنی راجع به زن داداشی دون از من حرفی نپرسیدم. ما نوکری وظیفته. حالا که نوکری وظیفم است نوکری داده شدم که به من مواجب میده. نوکر شما نیستم. هر کاری هر چیزی یه حساب و کتابی داره. شما هم حق فرمون دادن و امر نکردن به من ندید. میخوای نیامده برگردم؟ به کی ناز بکنی آقا برگرد. بفرمه برگرد راه باز جهده دراز عجب آسرسور برگردی. خیلی دلت میخواد من توی این خانه نباشم ها؟ نه من تنها دلم نمیخواد شما توی این خونه بیای آقا. غیر از این زن داداشید که نمیدونم چه حسابی تو کارست تمام افراد این خونه دلشون نمیخواد شما اینجا رفت آمد داشته باشید. حالا بگو چرا؟ آقای آقا جلال امروز دنیای اخلاقه. برخوردی خوب روی گشاده لبی خندان. شما از در وارد میشید داد که میزنید فوش که میده بعد بیرا که میگوی. مردم چه دیگه روزا بدهکاری چیزا نیستن. دنیای محبت اخلاق تا دوست داشته باشی. تقصیر تو نیست. همه اینا تقصیر اون برادر احمق منه که امثال تو 20 نفر زندگیش را میده. به شما اینقدر نازول ببین و اینقدر این حرفا رو نشنفته این که یه کسی هم حرف بزنه فوراً برو بی سر و بی پای. بنده بی سر و بی پا. پس سر به این گندگی پا به این درازی چیه؟ ما آدم بی سواد و عقیده داریم بی سر و بی پا کسونی هم که میرن یه جا نون و نمک میخورن نمک اونو میشه. خیلی خوب بس دیگه. خیلی خوب بس ولش کن. گزارش غیبت منو از سیر تا پیاز گرد دراز تعریف کن. چه گزارش دی؟ این چند روز که من نبودم کی رفته کی اومده چه خبر شد؟ نه چشم شما آقا نیستن. آقا جلال به محض که شما پاد مالش آراش و ذکر میکنه ورق میزنه پایین چششو سبز میکنه یه ورق دیگه میزنه یه خط زرد کشه تو پیشونیش یه قیافه یا یه شب کلاگیسی حنایی میذاره یه شب کلاگیسی طلایی میذاره. اون وقت لباس پوشیدن این زن خنده دارست. تماشایی است که این پیرزن چه لباسی میپوشه. به جون شما تمام پیرناش یخه باز جفت سفره به چه میفته بیرون. فکر
میکنه. سوز و سرما میخوره به سفره بچه، آخه این شیر میماسه، یا پنیر میشه یا آغوز میشه. این که حالا هیچ آقا آستین کوتاه بیکتی پشتشون هم تا تو گردشون باز تا ستونی فرقاتشون پیداست. آخه چرا؟ یا مدی لباسش اینه که این خیلی زشته سر یه زنی به هم سن و سال، یا اینکه یه پارچه میخره کم میاره، یا مخصوصا تا اینجای گردشو باز میذاره برای زنجیر زدن. آخه زنجیر میزنه. خب لا تازگی ها موتور شده است که زنجیر میزنه. ببینین آقا، زن موجودی لطیف خداست، لطیفترین و ظریفترین موجودات خداوند بزرگ زن. آخه این بدن زن که نباید لخت باشه، شوهرش باید همیشه ها و هوس داشته باشه بدن زنش رو لخت ببینه. اگه بنا بشه گل گردن و سک و سینه باز، گرده هم همه جاش واز، دیگه این جنسی لطیف دیگه کجاش پوشیده؟ این که میگن حجاب، آخه یه حکمتی توش هست. به عقیده ما بی سوادا یه حکمتش هم همینه که همیشه شوهر ها و هوس داشته باشه بدن زنش رو لخت ببینه. اون تازگی ها دامن پیرنی خانم اینقدر کوتاست تا اینجا که این دوتا کندزانو مثل دوتا کله خیار چنبر میفته بیرون. به این زیبایی چی میگه؟ وقتی که لباسشون رو پوشیدن کیفشون رو می‌ذارن تو دستشون، خانم تشریف برن دنبال خدمات اجتماعی، اقدامات عام المنفعه و هر جای یه مردی، یه جوانی، خلاصی یه مردی مجردی دلش شکسته باشه، زن اربابی ما میره دلش به دست. البته نه برای مال جیفه دنیایی، بعضی مالشون الحمدلله خوبه، چیزی کم و کسب ندارن، خونه، ویلا، ماشین آخرین سیستم، تمام زندگی رو به راه، در ناز و نعمت این کارا میکنن لابد بر روز قیامت که صاف است تو تابوت تشریف ببرن تو بهشت. بله تازگی هم که آقا میدونی خانوم سر شب میره دم صبح میاد. بله کجا میرن که صبح میاد؟ قمار، سرگرمی بزرگوندی که تازگی قمار کجا قمار میکنه؟ کازینو. این شهر ما فقط یه کازینو کم داشت که شهرها درست کردن براش از هر جهت تکمیله. همه چی داشتیم آقا، مدرسه، کودکستان، دبستان، دبیرستان، کلینیک، بیمارستان، همه چی داشتیم، فقط کازینو نداشتیم که درست شد که مردم سر شب تا صبح مشغول باشن. از سر شب تا صبح تو کازینو قمار میکنه؟ اونشون جمع میشن زن و مرد قاطی پاتی داخل هم دیگه، همه میشنن دوری میز، از رو میز قمار میکنن، از زیر میز فوتبال میکنن. نه هم تا فوتبال. خلاصه آقا اینقدر لیفلی میزنن تا گل شه. گل که شد سر جیبا شل میشه، سر جیبا که شل شد همه پولا باخته میشه، ناغافل آفتاب میزنه تا صبح میشه. وقتی که صبح شد همه بور و بدترکی، همه بازنده، ناراحت، خیش و قم به خیش و قم چشمی چپ چپ نگاه میکنه، برمیگردن تو شهر نادم و پشیمون میشن، عهد میکنن دیگه نرن، فردا شب زودتر اونجا تو نوبتش هستیم. ببر این روزگاری ما مرد یه مردی غریبه اومده بود 2 شب پیش در خونه، یه چک دستش بود 50,000 تومان به امضا زن داده شد. 50,000 تومان برای یه شب؟ 50,000 تومان چیزی نیست آقا، قمارباز نبود. شنیده تو این قمارخونه ها میلیون برد و باخت میشه، در حالی که تو همین شهر خانواده‌ای هستن آبرودار، محترم، عیالوار، ولی ندار، به طوری که شب یه خانواده سری بیشام زمین میذارن آقا، پول ندارن برای بچه‌هاشون کتاب بخرن، کتاب که هیچی، پول ندارن 2 تا آسپرین بی قابلیت بخرن. اینجاست که زندگی ما مردم افراط و تفریطه، یه جا اون طور هرکون و فرکون، باخت و بردی میلیون تو قمارخونه، یه جا یه خانواده ندار اما آبرودار. مرد که اومده بود در خونه گفت کجاست در اربابه، میرم شکایت بکنم، چکشو میذارم اجرا، مثل چیزی که روغن کرموشای فروخته بود آبرنجی رشتی سری قمار. البته من شنیدم که یه زنی جوان و جاهل و خوشگل باشه وقتی سر میز قمار ببازه یه کسی جورش میکشه، وای به وقتی که مشتری مثل زن ارباب ما پیر و پاتال باشه
اینا هم که ناجور از کارشون. من نمیدونم تو کی میخوای دست از این غیبت کردنت برداری. مگه تو مسلمون نیستی؟ من نمیدونم چرا همه برام مسلمون بودن یا مسلمون نبودنی من حرف میزنند و نقشه میکشن. آقا به کسی چی؟ ما خودمون میدونیم و خالق خودمون. اگه من دارم حقایقو میگم دارم غیبت و دست دو به نجسی زدی مشروب است خوردنش مضر دست دادن به بطرش هم احتیاط داری. جمع چه حرفی زده؟ کاظم دونی نارو میگه آمیزمم کاظم؟ غلط کرد مرد که پدر سوخته. چرا؟ اولا بی سواده ثانیا حق نداره به این گونه دخالت کنه. غلط کرد گفت بی سواده؟ حالا میشه بفرمایید افراد بی سوادا چی زیر بالا پرشون رو میگیره تو این اجتماع؟ چی ترقیشون میده؟ تو خودی شما یه وقت به وسیله این افراد میخواین زندگیتون رو بگذرونی دری خونتون رو باز میذارین این افرادی بی سواد رو راه میده سفره جلوشون میندازین بهترین غذا رو جلوشون میذارین تا کمر خم میشین تعظیم میکنین دستشون تعظیم میکنین دستشون رو میبوسین بعدم با عزت احترام ورشون میدارین میبرین منزلی فامیل دو یکی یکی میگونی آقا چنین است و چنان است و چقدر با سواد است و از آینده اطلاع میدهد و یه مشتری بری یه آدمی بی سوادی کم ظرفیه تا اینقدر خودتون با دست خودتون میبریندش بالا که خودش هم گم میکنه اصلا که کسی قبول نداره حتی دیگه محل به خودتون هم نمیذاره اینقدر از خود راضی میشید که میاد تو خونه و زندگی دون نون و نمکتون رو میخورد و علنا نسبت به ناموستون چرونی بس رضا آقا دیدم که میگم بس یواش خیلی پرو شدی بس کن دیگه حالا حقایقا میگم پرو شدم یعنی چه؟ آدم مستحق فوش از وقتی که دلش برای یه خانواده میسوزه یعنی چه؟ چیه؟ تقصیر اینه که اومدم گفته مردی غیره نمیاد خونه حرمانو چشه این؟ اونه نمکی اونه راست میزونه چشم بر میکنه واقعا چته؟ عیبی نداره آقا چه عیبی نداره آدم بر میکنه من دلم میسوزه من توی خونه نونه نمک خوردم لا دست پدرم میزمم کن آقا آقا برو شده بابا ولم کن دیگه عجب چه خرید لا دست حلالی پوش بده اصلا که من گذاشت نخوام چی آدم اینا؟ بندر آقا همونطور که میدونی من نه فضولم و نه گزارش خود چیکاره؟ شما معاونی منی؟ شما چیکاره؟ رشکو؟ کی تا واکس پوشیدی؟ راحت ترم آقا خوبم بهت بیاد باری چی تو شد آقا؟ خیلی معذرت میخوام شده؟ به شما چه کی تا ماکسی پوشیده سه نپوشیده؟ به من چه؟ آقا جلال یه وقت سیاره تو این خونه صاحب و سلاری نداشت هر لباسی هم میخواست میپوشه دیگه حالا صاحب پیدا کرد میدونی؟ صاحب پیدا کرد صاحبش هم دلش نمیخواد پیرنی کوتاه پوشه میگه با یه پیرنی بلند بپوشی که حتی مچی پادم کستن صاحبش کیه؟ صاحبش کیه؟ صاحبش قانون چی؟ قانون درست حرف نمیزنی قانون چی؟ قانون که میگه کلفتی خونه حق مسلمی نوکری خونه است دیگه کلفته که به نوکره میرسه به حق خودشون هم قانع نیستن این قانون میگه بله حرف بزن بیا برو برنجه بذار سری بار شب شام نداری آقا اول شما بگین حالا آقا چطور بود؟ آقا؟ بله. آقا مرد عجب پدر سوخته‌ایه اون دیگه آدم به شو نیست خودم بیامرزدش حالا فهمیدی؟ پدر سوخته من چی میگم اینجا ما نمیده خیلی منظرت میخوام حالا فهمیدی بعضی اشخاص لیاقت یه احوال پرسی هم ندارن تو میگوی احوالی آقا چی طور است میگه آقا مرد آقا یعنی برادرش یعنی ولی نعمتش یعنی کسی که نون و نمکشو میخوره میبینی مرتب آقا دارن بنزینگیری میکنن تون همش از تانک اخوی دارن بنزینگیری وقتی میگه آقا مرد دنیا رو ببین برادرم دیگه محبتی برادریه به خاطر مال و جیفه دنیایی زیری پا میگذه یه آقا مرد جوابش نیست که بگوی دشمناش مردن آقا جلال کلفت یک کلمه احوال اربابشو پرسیده است محکوم است به اینکه داد سرش بکشی اربابش؟ خب بله ارباب اون منم شما؟ ارباب تو صاحب اختیار خونه همه آنم بمی شما اربابی
شما ارم نیستی؟ عجب. کوتا باب پیدا کنی یا ارباب بشی. چی داری به من تلگراف میزنی؟ اینجا من نمیترسم، من اینا رو بزرگشون کردم. مشروع ارتقام چشم. بذار زمین مشروع آقا رو نوکر بره تو اتاق خوابشون، نه کلفت. بذار زمین 1000 نقشه داره، 1000 فکر بد داره. نقشه؟ بله، به محضی که شیشه شراب آقا رو بره تو اتاق خوابشون، بلافاصله پشت سرت میاد تو اتاق، در این اتاق از پشت چف میکنه، تنها گیرت میکشه، بلا به سرت میاد. برو ببین تا چند تا کلفت آقا تو این خونه بدنام کرده است. ببر چون ثروت دارم باید هر کاری میخوام بکنم. نبر، من میبرم. آقا ببخشید شما اگه منظور و مقصدی نداری برو تو اتاق مشروط من میارم، این بسرم خالی شده یه پلش برات میارم. اون باید ببره. من باید ببرم. من نمیذارم در خیال اربابم تو خونش بی ناموسی بشه. اون باید ببره. اون باید ببره. من باید ببرم. اون باید ببره. هر دومون میبره. سرشو میگیره بیا. کسی که میخواد سرخر بشه بلده چجور سرخر بشه. بیا جلو. ول معطلی آقا. نقشه رو بی خود توی این خونه نکش. برو بالا. چه مرگته؟ شما عرق خورده ما میزون نیستی. رو سیبیلات نگاه کن میزون برو بالا. مواظب باش.